اکنون میگذاریم به پرداخت کردن کمک پولی. اینجا در صفحه مراجعات بلوکی چاره‌بینی کمک پولی بپولی دکمه تعریف پرداخت ها پیدا کرده شده است. اینجا پخش میکنیم و میبینیم که سه تا پرداخت این رو سیستم علکه به شکل خودش حساب کرده میماند. یکتاش 1150 و دوم سومش 1000 سومی. چخیل کرده سیستم این رو حساب کرده است. اینجا ما میبینیم که آیلیک معاش میانش 10300 سوم بوده است. از 10300 سوم جای حساب میکنیم که 10300 سوم 50%ش یکم ماه 50% باید باشد 1150 سوم می شود و اینجا میبینیم که یکمش 1150 سوم. دوم پرداخت باید که 40% باشد 2300 سومانی ضرب 40% 920 سومانی. 920 سومانی که از معاش حد اقل که در سیستم حاضر 1000 سوم جاری کرده شده است کمتر از 920 سوم نشان نداده. ما خودی معاش حد اقل رو و این پرداخت برابر میکنیم و سومش نیز 30% از 1000 سوم کم میبراید که حساب کرده میبینیم 690 سوم. 690 سوم نیز از 1000 سوم کم است. برای همین پرداخت دوم و سوم رو برابری 1000 سوم میکنیم. برای تصدیق کردن پرداخت اینجا تکمه چک باکس سال رو پخش میکنیم. وزیر دلیر که سردار است از اتاق وی برآمده از اتاق کارمندی همیشه سردار میگن سر متخصص یا دیگر متخصص اگر که داریم تاریخ پرداخت داریم در او تصدیق کردن پرداخت نیست. برمیگردیم به دلیر. اینجا تاریخ پرداخت رو میگذاریم و مثلا یکم پرداخت رو تصدیق میکنیم. وقتی که پرداخت رو تصدیق نمودیم و انتظاری پرداخت میشه. بیلول نیست بعد از اینکه یک مرتبه پرداخت تصدیق کرده شده است دویم باره بیلول نیست میتواند او رو تصدیق نماید. برای چی 2 مرتبه است این تصدیق کنی؟ برای که این کار با پول است. برای همین باید احتیاط کرده تصدیق نماییم. دویم باره پرداخت شد. بعد پرداخت با امانت بانک توسط اینتگراسیون می شود و دیگر چک در کار نمی شود. بعد از پرداخت کردن سیستم علاقه خودش و کارتی بانکی غفور امیر صالحویچ این پرداخت رو میگذراند. دوم و سوم پرداخت نیز همچون یکم پرداخت تصدیق کرده می شود. بعد از پرداخت نمودن مثلا همه پرداخت ها یا که بعد از پرداخت نمودن یکم پرداخت اگر که مراجعت کننده با کار تامین شود و یا دیگر چاره‌بینی با کسب مدیر و دیگر حالت‌ها و مقام چاره‌بینی رو از فعال میتوانیم یا که قطع نماییم یا که انجام نماییم. این از خودی همون حالت وابسته است. مثلا کمک پولی رو انجام داده به کسب مدیر میره و کسب مدیر ذخیره میکنیم و میبینیم که چاره‌بینی کمک پولی انجام یافت و یا قطع شد. اگر که قطع کرده شود مثلا دیگر مراجعت کننده به همیشه دیگر مراجعت نمیکند مدت طولانی به همیشه نمی آید. در این حالت میتواند که کمک پولی او رو قطع کنیم.